چی شو؟ یو 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 رفقا خیلی چاکرم. امورامین آرکیوان اینجاست، جاتون تو قلب منه. امروز چی داریم؟ ماهیگیری توی ردت. قرار دور هم دیگه بچرخیم توی ردت و شکار کنیم. بزن بریم. اگه حال کردین ساب کنین، لایک کنید، کامنت کنید، معرفی کنید به دوستاتون. بده بریم. برو بریم. خیلی خوب، وایسا همینجا دیگه، چه کاریه. از همینجا شروع میکنیم. نیو فیس نیو فیس. چی کار میکنی عمورامین؟ خیلی خوب، اینو در میاری، اینو نگه میداری، حلال بندازیم تو آب. اوب بچه شکار میکنیم، به نظرتون یا چی؟ یه کوسه موسه بگیریم. اینکه جلوم داره بالا پایین میپره. من فدای تک تکتون بشم که اوه صبر کن بابا. آروم باش آروم باش. بچه ها چی گرفتیم به نظرتون؟ اوه بابا فرار کرد. این سری چقدر چروکی. خیلی خوب، نه همین جلو بنده بابا. اوه چه خبره عمورامین؟ بچه به نظرتون چی شکار میکنیم؟ دلفین؟ این سری باید خدا کنه فرار نکنه. دلفین توی مایه ساده شو بگی. دلفین نخواستیم، تموم شد و رفت. آروم بگیر. فرار نکن فرار نکن فرار نکن. جان مادرت فرار نکن. آها 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 جون مادرت. این روبرومی ها. یعنی یه ماهی ما نتونستیم بگیریم. این بار دیگه آجی میگن تاسه نشه چی؟ بازی نشه. این بار دیگه اون عقب مقبا نمیندازم، میندازم همین جلو. بندازم اینجا. نه دیگه اینجا دیگه جلو پات بندازی ماهی بگیری. حالا این هم امتحان میکنیم. اینجا نمیان که آخه لب آب. خنگ نیستم من، خنگم دیگه. نمیاد یارو لب آب که. خیلی خوب، اینجا باز یه چیزی. رفقا به نظرتون چی سید میکنم؟ چی شد؟ بالاخره سید میکنیم. نگران نباشید، نگران نباشید. بابا اینجا این همه ماهی داره بالا پایین میکنه. اگه میشه چی گیرمون میاد رفقا؟ به نظرتون چی قراره گیرمون بیاد؟
چی سیت میکنه امورامین آرکیوان؟ جان تمام شده. اما آروم بگیر آروم بگیر. کجا تو واسه خودمی. بیا قربونم شکلی ماهید بشم. بیا آروم بگیر. بیا در دستان پرتوانم بالاخره موفق شدم. یاس چی گرفتیم؟ تموم شده رفت. چه ماهی چی شکار کردم و تمام. خب دیگه ماهیمونم گرفتیم و اوکی ماهیرم گرفتیم و برو بریم. تموم شده رفت. خب عزیزم احیانا نمیخوای اینو جمع بکنیم؟ بریم دیگه ماهیمونم گرفتیم دیگه. خیلی خوب بریم بابا گرافیک کنه حاجی. به قرآن دست ردد اصلا گیم نمیاد. ساخته نمیشه. من تهیشو دارم میگم بهتون اصلا نمیاد. هوا تاریک شد. چون ما رو نام کن. یه دقیقه وایسا بینم بابا. خرگوش بود چی بود؟ بوده تموم شد و رفت. آرکی جامونگ کلن دو دوره شکاریم. چی شکاریدیم؟ تموم شد و رفت. موش بود، سمور بود، خرگوش بود، چی بود؟ من که نفهمیدم. اگه شما فهمیدیم بهم بگیم. نفهمیدم چی بود. امروز روز شکار است و تمام. شکار و بس. خودمونو شکار نکنن راهزنا خوبه. چی زدم؟ چی زدم؟ اگه حال کردی ببینیم. حال کردی. تموم شده رفت. چی زدم و اینم جنازش. تموم شد و رفت. اینجوری لاتی میندازم رو دوشم. ببین چی شکار کردم. برادر گنگش بالاست. برادر چه پخت و پزی کرد. اگه حال کردی ساب کن. با همین حرکت حال کردی ساب کن. شوخی کردم. سابم نکردی. همین که داری نگاه میکنی منت سر من گذاشتی. همین که هستی جات اینجاست. خیلی خوب بذار همینجا بخوریمش بره دیگه. تموم شد و رفت. بزنیم بره دیگه. بزنیم بره. به عقاب بود چی بود؟ عقابو کشتیم و یه داریم عقاب خوری میکنیم. تموم. تو الان خوشت اومد بدت اومد چی بود؟ خلاصه که رفتیم شکار. واجی اینو آبه نی؟ آب جوشه و آب داغه. رفتیم جکوزی. تموم شد و رفت. یه دقیقه بیا. اوش چی شده؟ این آب داغان. رفقا اینجا همون جاییه که
آب جوشان ازش خارج میشه، همونجا که آب داغه، یا آن از اینجا میزنه بیرون یا آن از اونجا میزنه، میپاچه دیگه، پاچشیه. آبش میپاچه، آب این دریاچه میپاچه. توی نگاه نکن، توی نگاه نکن شیطون. وایس بذار ببینیم از اینجاه. چی شد؟ چی شد؟ من تو شوکم. یه دقیقه وایسیم بینم اینجا میپاچه دیگه، بذار نوبته. یه جا این بد بزنه به یه جا یوهو اینجوری میاد بالا آبش. الان نوبت کدومش میاد؟ خب این ور که نی، این ورم نی، اینجاست بکنم. سگن اونا؟ سگ بودن؟ سگن. یه دقیقه وایسه ببینم اینجا، ببینم بابا بچه دماغو. زارمار بده بره. گرگ بود فکر کنم. خب فقط گرگ بود. این هم از شکار گرگ. بابا من به هم ریختم من بابا، بده شیش. به هم بریزم فامیلی میکشم بابا. اون شده رفت. من جومونگی هم برای خودم، میتونی فرار کنی. اینم سومی. خب بذار جرش بدیم. تموم شده رشت. خب رفقا اینم سومی شکارمون. چه امورامین، چه شکار، چیه خبره ایه حاجی. شیطونه بیه دیگه نمیشه خورد. واقعا چجوری میخواستی اینو بخوری واقعا؟ که به من بگه اسکولی. اشکال همینجا رهاش میکنم، به کارم نمیاد. نه اینجا یه جایش بود میزد بالاش، همونجور که گفتم پاچشیه. نمیدونم. اوه یه همکلاسی داشتیم به گوز میگو گوزن، بریم شکار گوزن. اگه گوزن باشه. بابا نوب خر. درست اینها اینجا بود زد بالاش. من که تو رو شکار میکنم، کجا فرار میکنی؟ آه و تمام. امورام شکار چیه بابا؟ ای گزنه تل. آخه عذرخواهی میکنم دیگه. ما خواستیم امروز فقط
اه. چه شکارچی خوبی این عمورامین. چه شکاری کردیم رفقا. تموم شد و رفت. بندازیمش تو آب. تموم شد و رفت. اکی تا حالا شما انقدر چیز بودی؟ بگو. بگین چی میگه اکی تا حالا تو چقدر سنگدل بودی؟ دیگه همینه. همینه آقا. برو تو. دیدیم رو آب معلق میمونه. برو یکم جلوتر. تموم شد و رشت. برو دیگه. تموم شد و رفت. باید جی تی آی افتادم اینجوری وایسیم یه سلفی بگیریم. چیلیک. تموم شد و رفت. تفلی ولی دلم هم میسوزه. دلم خیلی باحالش سوخت. خیلی دل سوزم مگه نه؟ مشخص تفلی. چته دیوس. یه دقیقه وایسا. تموم شد و رشت. تفلی رو بیگناه انداختمش رفت دیگه. دلم سوخت، جگرم آتش گرفت. ولی من آخر باید اینجا وایسم از این بالا. آها یه خورده وایسیم بتره که یوه چی شد؟ چرا نمردیم پر؟ برگام ولی چقدر باحال بود. نیافتی دوباره اون تو مسخره شو در بیاری. ببینیم یه شکار دیگه هم میتونیم اینجا انجام بدیم. بریم یا کریم بکشیم. نخواهد شوخی. نه تری که آمور آمین. خیلی خوب. یه جامپینگ بزنی. بابا جامپینگ بزن دیگه. ابله. خیلی خوب. خب دیگه تا همینجاش کافیه. خب رفقا دمتون گرم که تا این ویدیو همراه بودین، همراهی کردین، با هم دیگه کلی شکار کردیم، کلی گفتیم خندیدیم. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خیلی مراقب خودتون باشید. اگه حال کردین ساب کنید، لایک کنید، به دوستتون معرفی کنید. اگه نه هم که همین که تماشا کردین یه دنیا واسم کافیه. جاتون تو قلب منه. و اینکه اگه حالم کردین که ساب کنید. اگه هم فدای تارمتون همین که دیدین همین واسم بسه. همین دیگه. دوستتون دارم زیاد. اینجا آرکیوانه. قرار کلی با هم دیگه بگیم بخندیم و خوش بگذرونیم. جاتون اینجاست. یو